نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم. در ادامه مباحث این سوره مبارکه که بسیاری از احکام این سوره دستورات و ضوابط الهی بودند برای اصلاح امور خانواده، اصلاح امور اجتماعی. دستوری دیگر در این آیاتی که تلاوت گردید صادر می شود. خداوند تعالی به پیامبر محبوبش دستور میده که شما به همسرانتون، دخترانتون و تمام زنان مؤمنه بگویید و دستور بدید، آنها را مکلف بکنید که چادری بزرگ، جلباب، اینجا کلمه جلباب آمده، جلابیب جمع جلباب هست. جلباب به اون چادری میگویند در اصطلاح که از فرق سر تا پا همه بدن را بپوشد. چنین چادری بر خود آویزان بکنند، یعنی بر سر خودشون بندازند. این برای بیرون هست. وقتی که یه زن از خانه به بیرون می رود و با توجه به اینکه لباس هایی که به تن دارد، این لباس های زینتی هستند، امکان دارد جواهراتی، زیورالاتی هم استفاده داشته باشد. بنابراین نیاز هست به جلباب، به چنان چادر بزرگی که از سر تا پا اون را بپوشن، همه زینت ها و زیورالاتی که دارد اونها را مخفی بکند. اینجاست که خداوند می فرماید یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک. ای نبی، ای پیامبر، به همسرانت بگو و بناتک، دخترانت بگو. معلوم میشه که دختران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تعدادشون
زیاد بود، تنها یک دختر نبود. و بناتک، اگر کسانی بگویند که منظور از دختر زنهای امت هستند، بقیه زنها هستند که دختران پیامبر هستند، اونها را خداوند جداگانه خطاب فرموده. و نساء المؤمنین، پس مراد خود دختران رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هستند. بعضی گفتن نه، مراد نمیتونن دختران پیغمبر باشند، چون دختران پیغمبر فوت کرده بودند، فقط فاطمه رضی الله عنها زنده بود. در زمان نزول این آیه، که این آیه در سال 8 هجری نازل شد، 3 تا از دختران رسول الله صلی الله علیه وسلم حیات داشتند. یکی در سال 8 هجری فوت کرد و یکی در سال 9 هجری، و فاطمه بعد از رسول الله صلی الله علیه وسلم. لذا به دخترانت و نساء المؤمنین، به زنان مؤمنین بگو که یدنین علیهن من جلابیبهن، بندازن بر خودشون، آویزان کنند بر خودشان از جلباب هایشان. جلباب عرض کردم چادر بزرگ را میگن. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این موجب میشه که آنها شناخته بشند. ادنا یعنی اقرب، این نزدیکتر است به این که شناخته بشند که اینها زنان خانواده اند، زنان احرار هستند، تا فلا یؤذین، مورد اذیت و آزار نشوند. منافقین در مدینه طیبه گاهی علاوه از امراض زیادی که داشتن، یکی از مریضی های منافقین آزار زنان بود. زنان را اذیت می کردن، زنان پاک دامن را، زنان مؤمنه را. و زمانی که حجاب هنوز نازل نشده بود، بیشتر زنها با جلباب و با چادر بزرگ خارج نمی شدن. زنها وقتی که می رفتن بیرون، منافقین اذیت می کردن و مزاحمت ایجاد می کردند، تا اینکه روزی تعدادی از زنها شبی بود تعدادی از زنها برای نیازی، برای قضای حاجت بیرون رفته بودند. تعدادی از منافقین آنان را دنبال کردند و مزاحمت کردند. بعد از اینکه شکایت را خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم آوردند، اون منافقین گفتن ما فکر کردیم اینها کنیز هستند. کنیزها معمولا حجابشون فرق میکنه با حجاب زن حره. کنیز حتی اجازه داره، کنیز واقعی اگر باشه که سرش برهنه باشه، کارهایش را انجام میده، گاهی دستهایش لخت باشه، هم اشکالی ندارد. تقریبا حجاب کنیز شبیه همون حجابی است که مردها دارند. بنابراین اونها گفتن ما فکر میکردیم که اینها کنیزها هستند. الله عزوجل ضمن اینکه برای منافقین توبیخ بیان میفرماید، به زنان میفرماید که شما حجاب کامل داشته باشید. این موجب میشه که شناخته بشید که شما زنهای خانواده هستید، زنهای پاک دامن هستید. پس ببینید فرق یک زن خانواده، زن حره، زنی که آزاد هست و خانواده هست، نسب خوبی دارد، با اون زنی که کنیز هست و به اصطلاح از برده ها هست. همینه که زن خانواده حجاب دارد، حیا دارد، پوشش دارد. کنیزها هستند که پوشش ندارند. پس پوشش و حجاب در واقع ارزشی هست برای زن. من این مطلب را خدمت شما قبلا هم عرض کردم، در سوره نور بود شاید، که حجاب در واقع عزتی هست برای زن. امروز تبلیغاتی بر علیه حجاب داره میشه که نوع فشار هست بر زن و به زندان قرار دادن زن هست. اما قبلا هم عرض کردم که خدای عزوجل زن را بسیار زیبا آفریده.
ظرافت‌هایی در زن هست که اون ظرافت‌ها در مردها نیستند، زیبایی‌هایی در زن هست که اون زیبایی‌ها در مرد نیست، لذا جذابیت داره و این جذابیت باعث فریب کسانی میشه که به تعبیر قرآن در دلهایشون مرض هست. به این خاطر از آنجایی که زن گوهری هست گرانبها و ارزشمند، خدای عزوجل به زن دستور داده که زن در حجاب باشد، زن در پرده باشد، زن مثل بلا تشبیه یک کالای بی ارزش هر جا خودش را به معرض نمایش نگذارد که هر انسان مریض و هر انسانی که دین ندارد بخواهد از اون زیبایی سوء استفاده بکند. امروز که دنیای کفر معتقد است به زنها آزادی داده، چه آزادی به زنها داده؟ امروز زنها را در واقع مثل یک عروسکی موجب سوء استفاده قرار داده. شما کشورهایی که ادعای برابری میکنن ببینید، زن آله تبلیغات شده برای اونها، تبلیغاتی برای نمیدونم شامپو و برای صابون و برای آدامس و برای شکلات و هر جا عکس یک زن برهنه هست، زن اوریان هست. زن موجب جلب و جذب مشتری شده برای اونها، پس به زن بها ندادند، زن را بی ارزشتر کردند. زن یک موجود بسیار ارزشمند هست، مخلوق الله عزوجل، خدا بهش بها داد. عرض کردم همانطور که گوهر گرانبها را انسان به معرض نمایش نمیگذارد، هزاران دزد هست، هزاران بدچشم هست، امکان داره این چیز شیء ارزشمندی که شما داشته باشید طمع داشته باشند و از پیش شما برو باید. شما وقتی که یک چیز ارزشمند داشته باشید اون را مخفی میکنید، اون را به کسی نشان نمیدهید و گوهر را در چندین غلاف پوشیده و مخفی نگه میدارند. زن مثالش همینه. زن را الله عزوجل با توجه به زیبایی ها و ظرافت هایی که در زن داشت خدا قرار داده و ارزشی بهش داده، بهش دستور داده که در پرده بماند. این در واقع بها دادن هست، این در واقع عزت بخشیدن است به زن، نه اینکه العیاذ بالله به زن ظلم کردن باشد. بنابراین ببینید اونها منافقین فکر میکردن که این زنها زنهای کنیز هستن، گرچه اونم بهانه‌ای بود. کنیزک ها هستن که کنیزک ها به خاطر کار و باری که انجام میدن موظف نیستن، مکلف نیستن تمام بدنشون را بپوشن، سر و گردنشون اگر ظاهر بشه، دستشون و آستینشون بالا باشه، این از نظر شرعی اشکالی نداره. الله عزوجل فرمود پس از این به بعد شما زنهای مؤمنه، شما زنهای پاک، شما زنهایی که اصالت دارید، خانواده دار هستید، شما جلباب بپوشید، چادر بزرگ بپوشید که این نشان شخصیت شماست، نشان اصالت شماست، نشان خانوادگی شماست. بس امروز هم زنی حجاب را رعایت می کند که قدر خود را و شخصیت خود را بشناسد. اونی که خودش را نمی شناسد، برای خودش بهای قائل نیست، برای خودش ارزشی قائل نیست، بلا تشبیه و بلا نسبت به ظاهر چند تا وسایل آرایشی استفاده میکنه و میخواد که به معرض نمایش مردان بیان تا مردانی که مشکل دارند، فی قلوبهم مرض هست، اونها با نگاه شهوت آمیزشون سوء استفاده از اونها بکنه. این زن خودش را نشناخته، این زن خودش را یک آله‌ای قرار داده که از این آله ها خیلی هست و این دنیا مردم از اونها سوء استفاده میکنن، ارزشی در واقع ندارن. بس الله می فرماید که ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، این نزدیکتر است به این که اونها شناخته بشن که اینها زنهای ارزشمندند، زنهای دارای اصالتند، فلا یؤذین، مورد اذیت و آزار واقع نشوند. و کان الله غفورا رحیما، الله عزوجل بخشاینده و مهربان است. اما الله عزوجل
تذکری بیان می‌فرماید برای منافقین، برای این نوع انسانها. این نکته را هم باید داشته باشیم که چشم چرانی، مزاحمت برای دختران مردم و چشم دوختن به ناموس مردم، این از دأب و عادات منافقین است. این از صفات نفاق است. کسی که این عادت را دارد و کسی که دنبال ناموس مردم هست، او شعبه بزرگ از شعبه های نفاق در درونش هست، به فکرش باید باشد. لذا هستند امروز همونطور که بقیه صفات نفاق در میان مسلمانان هستند، متاسفانه این صفت هم در بسیاری از جوانان هستند. گاهی میبینیم در ساعات تعطیل مدارس، دانشگاهی ها جمعی هستند که سر راه ناموس مردم نشستند، ایستادند، با ماشین دور میزنند، با موتور دور میزنند. اینا واقعا مریضند، اینا واقعا در قلبشون مرض از قرآن تعبیر میکنه، اینا واقعا نفاق دارند. خدا اینها را اصلاح بکند، باید به فکر اصلاحشون باشند. بد مرضی هست و انسان باید فکر بکند، همانطور که در حدیث آمده، اون کاری که با ناموس مردم میکنه و دنبال ناموس مردم هست، به خود قیاس بکند اگر همین احوال را، همین کار را کسی با ناموس خودش انجام بده. لذا مسلمان باید درک داشته باشه، فهم داشته باشه، ناموس مسلمان ناموس ما هست. لذا الله می فرماید لئن لم ینتهی المنافقون، اگر باز نیایند منافقان، والذین فی قلوبهم مرض، و آنانی که در دلهایشان مرض هست، یعنی شهوت پرستان، اهل هوا و هواس، اهل شهوت و شهوت پرستی، اینها در دلشان مرض است، مریض القلبند. الله می فرماید اگر اینها باز نیایند، والمرجفون فی المدینه، و آن شایع افکنانی که در شهر هستند. مرجفون به کسانی میگویند که دنبال بدنام کردن مردم هستند، دنبال شایع پراکنی هستند. گاهی اتفاقی میفته یا نمیفته، هی مردم را بدنام میکنند، هی به فکر بدنام کردن و بی آبرو کردن خانواده ها هستند. یکی از خصال نفاق و اهل نفاق همینه که سعی میکنند با آبروی مردم بازی بکنند. امکان داره در بعضی خانواده ها اشتباهاتی هم باشد، اما یکی یک اشتباهی کرده و یکی میخواد این اشتباه را برجسته بکند و همه جا پخش بکند، در فضای مجازی همه جا پستش میکند، میخواد کسی را بدنام بکند. این انسان در واقع صفتی از نفاق و اهل نفاق دارد. مسلمان باید که عیب مسلمان را بپوشد، مسلمان باید دنبال پرده دری به اصطلاح نباشد، مسلمان نباید دنبال بدنام کردن دیگران باشد. متاسفانه بعضی از صفات منافقین در میان مسلمان ها هست و اهمیت هم نمیدن. کسی میبیند در فضای مجازی مثلا مطلبی بر علیه خانواده نوشته که فلان خانواده فلان اشتباه را دچار شده، هی این را چندین جا پست میکند، چندین جا گزارش میکند، هی سعی میکند بدنامتر بشه. خیلی خطرناکه. این تصور را ما هم اشتباه میکنیم. این تصور را داشته باشیم که اگر اشتباهی از ما سر بزند و کسی بخواد همه جا منتشر بکند. لذا متاسفانه امروزه بعضی ها اشتباهات کسانی را فیلم میگیرند و هی پخش میکنند، میخوان مردم را بدنام بکنند. این هنری نیست، این نفاقی هست. والمرجفون فی المدینه، اونهایی که دنبال شایع کردن شایعات هستند یا اینکه دنبال بدنام کردن مردم هستند در شهر، اگر باز نیایند از این خصلت بدشان، از این صفت منافقانه، الله می فرماید لنغرینک بهم، ای پیامبر ما تو را بر آنها تحریک میکنیم، یعنی غلبه میدهیم که اونها را بزنی، از مدینه بیرون کنی، ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا، سپس
همسایه تو نخواهند بود، مجاور و همراه تو نخواهند بود در مدینه مگر اندکی. یعنی دیری نخواهد رسید که ما به تو دستور میدیم که اینها را از اینجا بیرون کنی، یا اینکه وقتی که دستور برسد دیری نخواهد رسید که تو بر اونها غلبه پیدا میکنی، دیگه اونها از مدینه تبعید میشن. بنابراین حاکم مسلمان باید نسبت به این افراد، کسانی که دنبال ناموس مردمند، دنبال چشم چرانی‌اند، دنبال بدنام کردن مردم هستند، دنبال عیوب مردم هستند که عیوب مردم را همه جا پخش بکنند، اینها را باید از وسط مردم بردارد، تبعید کند، زندان کند. لا یجاورونک فیها الا قلیلا. و این جزای دنیویشون است. اما از طرف الله عزوجل، الله هم اینها را مورد لعن و نفرین قرار داده. واقعا با آبروی مسلمان بازی کردن بسیار خطرناک است. چه با آبرویش بازی کنه که دنبال ناموسش کسی باشه، چه اگر مسلمان اشتباهی کرده دنبال بدنام کردنش کسی باشه. از کلمات معلوم میشه که الله عزوجل چقدر ناراضی هست بر انسانهایی که دارندگان این صفات هستند. الله می فرماید ملعونین اینما ثقفوا، اینها ملعونند، از رحمت الله بدورند. اینما ثقفوا، هر جا یافته بشوند، اخذوا دستگیر شوند، و قتلوا تقتیلا، کشته شدنی. البته این در رابطه با منافقینی هست که دین و ایمان هم نداشتند، به ظاهر اظهار ایمان می کردند، ولی در صفهای مسلمان ها که هستید، همین که کفر شما را پرده گذاشتیم و ظاهر نمی کنیم از طرف خداوند، همین کافیه دیگه، بیشتر اذیت و آزار نرسونید به مسلمان ها. اگر به اذیت و آزارتون ادامه بدهید باید از مدینه اخراج بشید، با همون کفار یکی بشید. همونطور که اعلام جنگ با کفار است، اعلام جنگ با شما هم میشه. پس اینکه ما در چندین آیه خواندیم یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین، ای پیامبر با کفار و با منافقین بجنگ، که بعضی از مفسرین تفسیر میکنن جنگیدن با منافقین با زبان هست، با کفار با سنان و شمشیر و نیزه هست. و شیخ رحمه الله میفرمی، شیخ حسین علی، نه، بعضی از منافقین هستن با اونها هم جنگ با شمشیر، همین نوع منافقینند. یا اون منافقینی که بظاهر ایمان آوردن، خارج مدینه زندگی میکردند، اما با کفار مباشر بودند، همراه بودند و هماهنگ بودند. وقتی که با اون کفار جنگ بشه، اون منافقین دیگه جز اونها هستند. یا این منافقینی که نفاقشون بر نفاقشون پرده گذاشته شده، اما چنین فسادهایی میکنند، چنین شایع پراکنی هایی میکنند، اینا رو باید بیرون کرد، از دار اسلام بیرون کرد، برند همونجا با کفار. هر وقتی که جنگ با کفار شد، اینها هم بر اینها پروا نکنید، رحم نکنید، اینها رو بکشید. به این معنی است سنت الله فی الذین خلوا من قبل. این سنت الهی است که در پیشینیان هم گذشته که با مفسدین بد برخورد بشه. این سنت چه سنتی هست؟ سنت و روش الهی این است که با مفسدین بد برخورد بشه. ولن تجد لسنت الله تبدیلا، سنت و روش الهی تبدیل نمیشه. لذا منافقینی که فساد میکنن، فساد اخلاقی دارن، چشم چرانی دارن، یا در جامعه موجب اشاعه فساد میشوند، الله عزوجل اینها را به اشد مجازات گرفتار میفرماید. این سنت الهی است. یسألک الناس عن الساعه، وقتی که در رابطه با عذاب و درباره مؤاخذه خدا صحبت میشد، اونها میگفتن خب قیامت کی هست؟ به صورت تمسخر، به صورت استهزاء و باور نکردن. الله میفرماید اعلام کن که علم قیامت پیش من نیست. این از خواص پنجگانه هست که علم قیامت را هیچ کسی ندارد. 5 تا هستن، یکی از اونها علم قیامت هست. الله می فرماید یسألک الناس عن الساعه،
مردم شما را از قیامت میپرسند قل انما علمها عند الله، بگو جز این نیست که علمش نزد الله است، من عالم الغیب نیستم. و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، چه خبر داری شاید قیامت نزدیکه؟ تو چی میدانی؟ شاید نزدیکه. لذا فقط همین قدر بدون که نزدیک، دیگه زمانش کی هست الله بهتر میداند. ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، خداوند کافرین را لعنت فرموده، نفرین فرموده. لعنت یعنی دوری از رحمت، و برای آنان خدای تعالی آتشی شعله ور شعله زن مهیا فرموده. من در رابطه با قیامت یه بار قبلا توضیح دادم، اما بعضی عزیزان که جدید هستند، قرآن چندین بار اعلام فرموده قیامت نزدیکه. اقتربت الساعه، اقترب للناس حسابهم، ازفت الازفه. عزوف قرب را میگن، نزدیک شدن را. اون اتفاقی که به ناس اتفاق بیفته نزدیکه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تاریخ قیامت را نمیدانستند، اما علائم قیامت را جبرائیل برایشون بیان فرمودند و ایشون برای ما بیان فرمودند. از مطالعه مجموعه حدیث معلوم میشه که علائم قیامت بر 3 قسم هستند. بعضی علائم بعیده هستند، با قیامت فاصله دارند، مثل بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم، شق قمر، وفات رسول الله، اقتربت الساعه و انشق القمر، یکی از دلایل انشقاق قمر گفته شده. وفات رسول الله، اینها جزء علائم بعیده هستند که با قیامت فاصله دارند. بعضی دیگه از علائم هستند و فتنه هایی هستند که اینها جزء علائم قیامت هستند. اینها را میگه علائم متوسطه. اینها در زمان خیر القرون نبودند، در زمان صحابه نبودند، در زمان تابعین نبودند، اما متاسفانه این علائمی که در حدیث آمدند در زمان ما هستند. مثلا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بعضی از افرادی که در واقع روستانشینند، چوپانند، شبانند و کسانی که قبلا در شهر و در تمدن نبودند، زمانی قیامت نزدیک میشه اینها می آیند و در ساختمان سازی و برج سازی با هم دیگه رقابت میکنند. یکی سعی میکنه که ساختمانش از دیگری مجللتر باشه، طبقاتش بیشتر باشه، بزرگتر باشه. اینا را فرمود که رعاء الشاه هستند، گوسفند چران هستند که یتطاولون فی البنیان، هنرشون کمالشون این است. و دیگه فرمود که قیامت مادرها کنیز میشند نزدیک قیامت، یعنی با مادر مثل کنیز برخورد میشه. کنیزتون را چطور امر و نهی میکنید؟ بدو، برو، این کار بکن، اون کار نکن. گاهی عصبانی میشید، گاهی داد میکشی سرش. نزدیک قیامت که بشه مادرها در واقع کنیز میشند، یعنی آقای خودشون را، ارباب خودشون را، بالاسر خودشون را مادر متولد میکنه، میزاید. معنیش اینه که کسی را که به دنیا میاره فردا میشه بالاسر، فردا میشه آقای خانه، فردا میشه ارباب، داد میکشه به مادر. و چه بسا مادر را میزنن. گاهی گزارش میرسه بعضی از افراد پدر و مادرشون را میزنن. بعضی جوانها اینقدر گمراه شدند، الله میفرماید فلا تقل لهما اف، اف نگو. این میزنه تو گوشش، میزنه لگت میزنه. لذا اینا از علائم قیامت هستند. در رابطه با زنها آمده که زنها حجابشون طوری هست، رب کاسیات عاریات، به ظاهر لباس پوشیده اما در واقع لباس نپوشیده، لخته. چرا؟ چون یا لباسش نازکه،
بدنش نمایان هست یا لباسش تنگه بدنش نمایان هست، دستش، پاش، تمام اعضای بدنش. لذا فرمود رؤوسهن کاسنمة البخت، سرهاشون موهاشون را چنان جمع میکنند مثل شتر دو کوهان، دو تا کوهان، یکی سرشه یکی پشت سرشه. اینها را میبینید. و فرمود در این زمانی که قیامت نزدیک باشد انسانهای بی ارزش، انسانهای بی شخصیت در رأس امور قرار میگیرن و اون انسانهایی که شخصیت دارن، انسانهایی که واقعا جایگاهی دارن، اونها به کنار زده میشوند. و فرمود که در نزدیک قیامت کسانی که پلیس ها زیاد میشند که تازیانه به دست دارند و مردم را میزنند. و دیگه فرمود که زنا زیاد میشه، ربا زیاد میشه، رشوه زیاد میشه، قتل و خونریزی زیاد میشه. اینا علائمی هستن که به هر حال مشاهده میکنیم. اینها علائم متوسطه قیامت هستن. پس دو مرحله گذشته، الله بر ما رحم کنه. سوم میماند علائم قریبه قیامت، اونی که با قیامت فاصله چندانی ندارند، مثل نزول عیسی علیه السلام هست، طلوع خورشید از مغرب هست و بادی و نسیمی که میوزد ایمانداران را و روح اونها را قبض میکند، دابت الارض هست و علائم دیگری که در نزدیک قیامت اونها ذکر شدند، اونها هنوز رؤیت نشدند. لذا و ما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، خبر نداری شاید قیامت نزدیک است. ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، خداوند کافرین را که انکار میکنن نفرین فرموده و لعنتش چیه؟ اعد لهم سعیرا، برای اینها آتشی آماده کرده، خالدین فیها ابدا، همیشه در آن آتش به صورت ابد میمانند. لا یجدون ولیا ولا نصیرا، نفی شفاعت قهری، نمییابند برای خودشان هیچ حامی و هیچ نصرت کننده ای، کسی نیست اونها را نجات بده. و الله عزوجل سخن از ندامت و پشیمانی اونها میگه، ولی چه فایده؟ پشیمانی زمانی هست که دیر شده. الله می فرماید یوم تقلب وجوههم فی النار، روزی که چهرهایشان در آتش بر میگردد، یعنی چهرهشون را در آتش کباب میکنند، بر آتش عرضه میشه. اونجا وقتی که میبینند که اینقدر سخت، قابل تحمل نیست، چه میگویند؟ یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، کاش ما الله را اطاعت می کردیم، رسول الله را اطاعت می کردیم، از هوای نفس اطاعت نمی کردیم، شیطان را اطاعت نمی کردیم. الله می فرماید و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا، بار الها ما اطاعت کردیم ساده خودمون را، رؤسای خودمون را. ساده رؤسا را میگن، رؤسای کفر و شرک، کسانی که مردم را به سوی کفر و شرک فرا میخواندند هستند. امروز کسانی که مبلغ خرافات هستند، مبلغ شرک هستند، شب و روز در ماهواره ها، شبکه های ماهواره‌ای نشستند، تشکیک میکنند مردم را نسبت به توحید، نسبت به یکتاپرستی شک ایجاد میکنند. هی مردم را به سوی غیر الله پرستی، به سوی عیسی مسیح، به سوی دیگه آستانه ها مردم را تشویق میکنند که مردم از اونجا استمداد کنند، مردم از اونجا کمک بگیرند. اینها هستند ساده، اینها هستند رؤسای کفر و شرک که روز قیامت تابعین از اینها میگن خدایا ما علمی نداشتیم، ما از اینها تبعیت کردیم، انا اطعنا سادتنا، سرداران خودمون و کبرانا، بزرگان خودمون را اطاعت کردیم، فاضلون السبیلا، ما را از راه حق، از راه توحید، از راه ایمان ما را گمراه کردند. خب که چی؟ الان چی میخوایی؟ چیزی دیگه نمیخواد، امیدی ندارد، فقط میگه خدایا اونهایی که ما را گمراه کردن اونها را 2 برابر عذاب بده، هرچی ما هستیم اونها را چند برابر عذاب بده که اونها ما را به خاک سیاه نشوندن.
ربنا آتهم ضعفین من العذاب، بار الها 2 برابر اونها را عذاب بده، ولعنهم لعنا کبیرا، آنها را لعنت کن، نفرین کن، نفرین کردن بزرگی که هیچ وقت بوی از رحمت نبینند. فقط اینه که اظهار میکند احساسات درونیش را که چقدر نسبت به سادت و کبرا، اونهایی که در دنیا برای اونها کرنش میکردند، در دنیا برایشون رکوع و سجده میکردند، اونجا میگه فقط عذابش چند برابر باشد. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. در این سوره تقریبا از ابتدای سوره تا وسط سوره تا پایان سوره موضوع یه چیز بود، این بود که نبی خدا را، رسول خدا را اذیت نکنید. ابتدا بحث اذیت و آزار کفار و مشرکین و منافقین و اهل کتاب بود که احزاب تشکیل دادند، و بعد از اونها بحث منافقین که منافقین چقدر اذیت میکردند، چقدر تمسخر میکردند و پیشگویی های پیغمبر را به باد مسخره میگرفتند، اونها را الله عزوجل ذکر کرد. بعد ازواج مطهرات را تذکر داد که شما هم اذیت نکنید، شما هم از پیغمبر خدا، از نبی خدا مطالبه‌ای که بی خود باشد، بی جا باشد داشته نباشید. زندگی که ایشون برای خودش میپسندد شما با اون زندگی کنار بیایید، چنانچه ازواج مطهرات کنار آمدند، الله و رسولش را اختیار کردند. در پایان الله عزوجل باز هم همون مورد را تکرار میفرماید که پیغمبر من را اذیت نکنید، همان گونه که بنی اسرائیل موسی را اذیت کردند اون گونه نباشید. یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی، نباشید مثل آنانی که موسی را اذیت کردند. فبرأه الله مما قالوا، خداوند موسی را تبرئه کرد از آنچه که گفتند. چی بود اذیت و آزار موسی؟ اینجا 2 تا داستان نقل کردند. یکی که در روایت بخاری و مسلم هست، حدیثی آمده، اون حدیث البته حدیث صحیح هست، ولی این که شأن نزول این آیه باشد و این آیه در رابطه با اون باشد، چنین چیزی در حدیث نیامده، فقط همون واقعیت در حدیث آمده. بعضی از مفسرین با توجه به اون داستان و این جریان گفتند که حتما این آیه در رابطه اشاره به همون جریان داره. جریان این بود که در قدیم مردم احکام نازل نشده بود، مردم از نظر حیا سست بودن، ضعیف بودن. مردمان، شما میدونید مردمان قدیم حتی لباس هم نداشتند. درباره ذوالقرنین خواندیم که یه جایی رفت در مشرق زمین که مردم نه سقف خانه داشتند نه لباس داشتند، لخت مادرزاد. لذا این مسائل ایرادی و اشکالی نداشت. اما انبیاء را الله عزوجل هم معصوم آفریده، هم با حیا آفریده. موسی علیه السلام در میان بنی اسرائیل بود. بنی اسرائیل با هم همیشه وقتی که استحمام میکردند، حمام عمومی همون جوی آب بود و نهر بود، هم دیگر را هم میشستند، لخت بودند تو آب. موسی با اونها نمیرفت. موسی چون پیغمبر خدا بود حیا داشت. پیامبران حیا دارند. درباره رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده گاهی برای قضای حاجت و برای نیاز دستشویی بیرون میرفت. قدیما بیابان میرفتند، چنان دور میرفت که اصلا پیدا نمیشد. این میرساند حیای انبیاء. حیا بسیار چیز خوبی هست و رسول الله از ایمان قرار داد، شعبه از ایمان است. هر اندازه که حیا بیشتر باشد بهتره. ولی متاسفانه امروز مردم چیزهایی را، فیلمهایی را تماشا میکنن، حیاها کم شده. بنابراین اونا گفتن موسی حتما مشکل مردانگی دارد. انه آدر میگفتن. آدر به کسی میگویند که خصیتینش بزرگ باشد و آله مردانگی به اون صورت ندارد.
حتما به این خاطر اون مشکل را دارد که با ما یه جا غسل نمی کند، با ما یه جا حمام نمی کند، در حالی که موسی علیه السلام موضوعش چیزی دیگه بود. بالاخره موسی همیشه دور می رفت، یه جای استحمام می کرد که کسی نبود. یه روز موسی رفت و لباسش را بر سنگی گذاشت و استحمام کرد. نظافتش که تمام شد خارج شد، به حکم الله عزوجل این سنگ برا افتاد، چون خدای عزوجل همیشه انبیایش را از هر عیبی پاک می آفریند که مردم دیگه عیب و ایرادی نگیرند، بگن تو فلان اشکال را داری، فلان عیب را داری. از انبیا معیوب نیستن هیچ وقت، از هیچ نظری، نه از نظر نسب مشکل دارن، نه از نظر جسمی مشکل دارن، نه از نظر اخلاقی، نه پرونده گذشته شون سیاهی و لکه‌ای دارد. لذا به حکم الله عزوجل این سنگ برا افتاد، حرکت کرد. در حدیث میاد موسی دنبال کرد سنگ را، ثوبی حجر ثوبی حجر، میگفت ای سنگ لباس من لباس من. سنگ هم بدو بدو، موسی هم دنبالش، تا اینکه آمدن به جایی که مردم، بقیه مردم، عموم مردم اونجا غسل میکردن. سنگ اینجا آمد و ایستاد، موسی هم اینجا رسید. اونها موسی را دیدن، برای اونها عادی بود، یعنی چیزی عجیبی نبود که موسی لخت بود، ولی اونها موسی را که دیدن نگاه کردن، اون چیزی که اونها فکر میکردن غلط بود. لذا متوجه شدن نه، موسی عیبی در وجودش نیست، مشکلی ندارد. بالاخره موسی علیه السلام عصبانی شد، چند ضربه به سنگ زد، ضرباتی چنان زد که اثراتش روی سنگ ماندگار شد. بالاخره بعضی گفتند که اذیت و آزار موسی همین طعنه زنی های اونها، همین عیب و ایراد گرفتن اونهاست. خیلی از مفسرین همین داستان را بر این آیه نوشتن. اما بسیاری دیگر از مفسرین من جمله شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله معتقد است که این داستان دوم هست. اون اینه که موسی علیه السلام پیغمبر خدا بود، نبی خدا بود، روز به روز الله بهشون عزت و شکوه بیشتری بخشیده بود و به پیش می رفت. پسر عموی موسی که منافق بود، قارون فرزند یسحر بود و موسی فرزند عمران بود. عمران و یسحر با هم برادر بودن. بعضی وقتا عموزاده ها با هم یک رقابتی هم دارند، حسادتی هم دارند. این با ضمن اینکه منافق بود، حسود هم بود. خیلی با موسی مشکل داشت. لذا این میخواست که موسی را بدنام بکند. یه زن فاحشه‌ای و زن فاسده‌ای را خواست، یه پول، یه مبلغ خوبی بهش داد. گفت وقتی که موسی داشت سخنرانی میکرد، من از موسی میپرسم که چرا تو خودت این کار هستی؟ و موسی انکار کرد. تو بلند شو و بگو بله موسی با من العیاذ بالله زنا کرده، با من این کار را کرده، تا در میان مردم بدنام بشه. بالاخره روزی موسی علیه السلام داشت مردم را موعظه میکرد، ارشاد میکرد. خیلی از این اتفاقات تو دنیا افتاده، خواستند که افرادی را بدنام کنند، دشمنانشون. قارون در جمع بلند شد، گفت که موسی تو که این همه دم میزنی که پیغمبر خدا هستی، چرا خودت فساد میکنی؟ چرا خودت با زنهای فاسد رابطه نامشروع داری؟ موسی گفت با کی من داشتم؟ گفت این زن آمده پیش من شکایت کرده که تو بهش تجاوز کردی، باش علیاذ بالله هم خوابی داشتی. اون زن بلند شد گفت بله راست میگه، تو با من این کار را کردی. موسی علیه السلام گفت تو را به اون خدایی که تو را آفریده سوگند میدم. وقتی که پیغمبران اون اخلاق جلالیشو میاد، انسان وحشت میکنه، احساس میکنه عذاب خدا الان داره میاد. گفت تو را به اون خدایی که تو را آفریده
تو را سوگند میدم که من با تو این کار را کردم، راست میگی؟ این زن لرزید، ترسید، گفت نه، قارون به من پول داده بود، به من گفت که اینو بگم. همونجا در جا اعتراف کرد. لذا بعضی گفتن این واقع است. چنانچه قال ابو العالیه هو ان قارون استأجر مؤمسة ای زانیة. قارون بدبخت یک زن زانیه را اجاره کرد، لتقذف موسی بنفسها، تاکه موسی را تهمت بزند على رأس الملأ، در جمع مردم. فعصمها الله تعالی، خداوند او را معصوم قرار داد. و برأ موسی من ذلك و کان ذلك سبب الخسف بقارون و من معه. بعضی گفتن سبب خسف قارون همیشه. این روش قارونی همیشه بوده. در طول تاریخ اهل حق را متهم کردند. خیلی ها هستند که افرادی را میفرستند، زنهایی را میفرستند پیش دینداران، پیش انسانهای پاک، تا به عنوان دیگه بیاند. بعد میاند و حمله میکنن، فیلمبرداری میکنن، میگن فلان فلان کار را کرد. این هم فیلمش در این زمان هم هستند. بعد از اون فرد را به خاطر اینکه فیلمهایش را پخش نکنند در منگنه قرار میدهند. بنابراین این سیاست قارونی هست. افرادی که واقعا برای دین کار میکنن، برای جامعه کار میکنن، برای خدا زحمت میکشند، همیشه در معرض این نوع تهمت ها بوده و هستند. لذا الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسی. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید، شما نباشید مثل کسانی که موسی را اذیت کردند. فبرأه الله مما قالوا، الله ایشون را تبرئه کرد از آنچه که آنها گفتند. و کان عند الله وجیها، موسی نزد الله وجیه بود، ارزشمند بود، وجاهت و قدر و جایگاه داشت. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. الله می فرماید ای مؤمنین، پروا داشته باشید از الله، بترسید. و قولوا قولا سدیدا، قول و سخن راست بگویید، تهمت نزنید، راست بگویید نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم، نسبت به مؤمنین. لذا سخنتان و قولتان قول سداد باشد، راست باشد. در صورت راستی الله عزوجل شما را بقیه امورتان را اصلاح می فرماید. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. الله اعمال شما را، این نتیجه اول تقوا و راستی، اعمال شما را الله اصلاح می فرماید. این در دنیاست، یعنی در دنیا توفیقات نیک خواهید داشت. اینا بفهمید که هر عملی در دنیا بر عمل دیگه موکول است، هم عمل نیک هم عمل بد. گاهی انسان عمل نیک اندکی میکند، این موجب میشه توفیق بیشتری داشته باشد. اون عمل را انجام میده، اون باعث میشه توفیق بیشتری داشت. آخر کارهای کلان میکنن. گاهی انسان گناهی کوچکی میکند و بی‌پروایی میکند، این گناه باعث میشه که گناه بزرگتری مرتکب بشه. اون گناه را وقتی که نادیده میگیرد و بی‌توجهی میکنه، باعث میشه بره بزرگتر، بره آخر قتل انسان، بره جنایت ها. الله عزوجل درباره بنی اسرائیل فرمود، خواندیم در سوره بقره که و یقتلون النبیین بغیر الحق، انبیا را میکشتند بنا حق. چرا؟ ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون، چون از قبل اینا عصیان میکردن، گناه میکردن، متجاوز بودن، تجاوز پیشه بودن. لذا برای اونها پروا نداشتن، اون گناه باعث شد گناهان بزرگتری انجام بدن. روی همین آیه مفسرین نوشتن که اعمال نیک اندک را معمولی ندانید و اندک ندانید، مستحبات را لذا معمولی ندانید، نوافل را معمولی ندانید. شما که اینها را انجام بدید، خدای عزوجل توفیقی میده که شما کارهای کلان انجام بدید
که باعث نجات ملتی بشید. لذا کسانی که مستحبات را انجام میدند آخر الله عزوجل توفیق جهاد هم بهشون میده، توفیق نجات و حمایت از انسانها را هم بهشون میده. پس قول سدید داشته باشید، سخن درست داشته باشید. یصلح لکم اعمالکم، الله بقیه اعمال شما را اصلاح میفرماید. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما را الله مورد آمرزش قرار میده. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. اما همه چیز در قالب اطاعت خدا و رسول، نه اینکه یک کسی بگه از خودش گفتار نیک، پندار نیک، رفتار نیک و بس همینه، بقیه خودش را از قرآن و از سنت مستغنی بداند. نه، محاسن، نیکی ها، زیبایی ها در پرتو اطاعت الله و رسول الله عز وجل. و من یطع الله و رسوله فقد فاز فوزا عظیما. آخر الله عز وجل زجر بیان می فرماید بر منافقین و همچنین تخویف اخروی است. الله می فرماید انا عرضنا الامانة على السماوات والارض، ما امانت را عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین. منظور از امانت چیه؟ ببینید بقیه مفسرین، اول اون چی که از نظر عامه مفسرین است، عامه مفسرین معتقدند که امانت یعنی همین تکلیف، این که ما مکلف هستیم. خدای عزوجل به بقیه حیوانات این تکلیف را نداد، به بقیه جمادات و نباتات نداد، ما را مکلف ساخت، به ما عقل داد، به ما استعداد داد، هر نوع استعداد را. فالهمها فجورها و تقواها، هم استعداد فسق و فجور داد، هم استعداد تقوا و خدا ترسی و خدا پرستی داد. لذا بعدا ما را مکلف ساخت که ای انسان تو مکلف هستی، این کارها را انجام بده، این کارها را انجام نده. اگر انجام دادی این از پاداشت، اگر انجام ندادی این از جزایت. الله این تکلیف را عرضه کرد بر بقیه آسمان ها و زمین و کوه ها، اونها انکار کردند. عموما اینطور تفسیر میکنند فابین ان یحملنها، اونها انکار کردند، انسان پذیرفت انسان ظلوم و جهول است. اما این تفسیر زیاد به دل نمینشینه، گرچه بیشتر مفسرین همین تفسیر را کردن. به چه دلیل؟ که چطور زمین و آسمان، ماه و خورشید، کوه و دشت بیاد و دستور خدا را بگه نه ما قبول نمی کنیم. درستی میگن اونها اختیار دادند، در حالی که ما در قرآن مجید داریم که الله عزوجل به شمس و قمر گفت ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین، وظیفتون را انجام بدهید، اون چیزی که بر شما تکلیف شده انجام بدید، به خوشی یا ناخوشی باید انجام بدید، برای انسان خدمت بکنی. قالتا اتینا طائعین، گفتن خدایا ما با خوشی انجام میدیم، هیچ وقت ابایی انکاری از سوی اونها نبوده. پس معنای این آیه چی هست؟ تفسیر این آیه، حضرت شیخ رحمه الله، شیخ حسین علی تفسیری میکند که بعضی دیگه از علما، عموما بعضی از محققین این تفسیر را میکنن، شیخ ترجیح میده، تفسیر شیخ نیست، تفسیر دیگران از شیخ این را ترجیح میده. اون اینه که مراد از امانت خب وظیفه هست، تکلیف هست، اما مراد از حمل امانت به دوش گرفتن نیست. مراد از حمل امانت به دوش گرفتن نیست، بلکه مراد از حمل خیانت است. و به حمل الامانت الخیانه، مراد از حمل امانت چی هست؟ خیانت. حمل کردن یعنی امانت را انداختن، امانت را ادا نکردن. فقط روی این کلمه اختلاف هست، بعد مشکل حل میشه. اگر به این معنی باشد
معنای آیه و تفسیر آیه این میشه که انا عرضنا الامانته، ما تکلیف را، اون تکلیفی که باید انجام بدهند، هر یکی از مخلوقات یک تکلیفی دارد. آسمان تکلیفش اینه که بر ما سقف بشه، زمین تکلیفش اینه که بر ما فرش بشه، خورشید تکلیفش اینه که بر ما طلوع و غروب بکند، ما هکذا، دریا، کوها، هر یکی وظیفه خودشون را انجام میدن، تکلیفشون همین کاری که فعلا دارن میکنند. الله میفرماید انا عرضنا الامانه، ما تکلیف را عرضه کردیم بر آسمان ها و زمین و کوها، فابین ان یحملنها، اونها خیانت نکردند، یعنی اونها انجام دادند. فابین ان یحملنها، فابین ان خانها، تفسیر خازن نوشته از خیانت کردن اونها انکار کردن، یعنی اونها اونها خیانت نکردند، نه اینکه اونها سر باز زدند اونطوری که ما همیشه میگیم، نه اونها سر باز زدن، نه، بلکه اونها چی کردند؟ انکار کردند از چی؟ از حمل امانت، یعنی خیانت در امانت، از خیانت کردن انکار کردند، وظیفهشون را به نحو احسن دارن انجام میدند و انجام دادن. اما و حملها الانسان و اشفقن منها، و از اون خیانت ترسیدند. و حملها الانسان یعنی انسان بیچاره ضعیف خیانت کرد در تکلیف خودش، مراد انسان مشرک، انسان کافر است. پس اونا خیانت نکردن، انسان خیانت کرد. ببینید که ما به خاطر اینکه مطمئن‌تر بشید، قال ابن عباس یعنی بالامانه الطاعه، اون تفسیر اول است، مراد از امانت طاعت است. قال مجاهد الامانه الفرائض و حدود الدین، این بازم طبق تفسیر اول، امانت یعنی فرائض الهی و حدود الدین. اما والامانه تعم جميع وظائف الدين على الصحيح من الاقوال وهو قول الجمهور. امانت یعنی تمام وظائف. خب حال وظائف هر یک وظیفه داره، وظیفه انسان چیزی دیگه هست، وظیفه جن چیزی دیگه هست، وظیفه فرشته دیگه هست، وظیفه حیوانات فرق میکنه، وظیفه درختان، وظیفه زمین، کوه، هر یکی. لذا بقیه امانت به امانت هایشون خیانت نکردند. فابین ان یحملنها یعنی از خیانت ابا ورزیدند. تفسیر نصفی نوشته یرید بالامانه الطاعه لله و بحمل الامانه الخیانت، مراد از حمل امانت یعنی خیانت کردن، امانت را حمل کردن یعنی در امانت خیانت کردن. ببین مثل این است که کسی به شما امانتی میده اینجا بذار، شما از اینجا حمل میکنید جای دیگه میبرید میبذارید که اون نبیند، این شد خیانت در امانت، نه حمل. پس ایشون میفرماید مراد از حمل امانت الخیانت. در زبان عربی هم گفته میشه فلان حامل للامانه، فلانی حامل امانت است، یعنی امانت بدوشش از انجام نمیده. و محتمل لها ای لا یودیها الى صاحبها، یعنی امانت را بر نمیگرداند، به دوش خود گرفته، خیانت کرده، به این معنی هست. حتی تزول عن ذمته، حتی که از ذمهش خلاص بشه، زائل بشه، امانت را از دوش خودش بیرون نمی کند. پس مراد از حمل امانت چیه؟ خیانته. بنابراین تفسیرش اون نیست که زمین و آسمان قبول نکردند انسان قبول کرد، نه، بلکه هر یکی وظیفه خودش را قبول کرد. زمین و آسمان از خیانت ابا کردند، اما انسان چی کرد؟ خیانت کرد. پس بر اساس این الان ترجمه انا عرضنا الامانه على السماوات والارض، همانا ما عرض کردیم امانت را، تکلیف را، مکلف بودن را، یا طاعت و وظیفه را، وظیفه هر یک را، بر آسمان ها، بر کوه ها و الجبال، بر آسمان ها و زمین و کوه ها،
فابین ان یحملنها، همه اینها انکار کردند از اینکه خیانت بکنند در آن، و اشفقن منها، و ترسیدند از آن خیانت، و حملها الانسان، و در آن خیانت کرد انسان، و ای خانها الانسان، مدارک نوشته نقلا عن الزجاج، زجاج امام لغت است، و حملها الانسان ای خانها الانسان انه کان ظلوما جهولا، همانا این انسان ظالم است و جاهل، ظلوم هست، ظلم به معنی شرک، جهولا جاهل است، جهل به معنی نفاق، اینجا ظلم میکنه، شرک میکنه انسان و دورنگی میکنه، فکر میکنه کسی نمیدانه، جاهل است، جهول است. به چه دلیل؟ به ادامه آیه لیعذب الله المنافقین والمنافقات، لام لام عاقبت، عاقبت این میشه که الله عذاب میده مردان منافق و زنان منافق را، والمشرکین والمشرکات، و همچنین مردان مشرک و زنان مشرک را، چون که خیانت کردند، چون که به جای خدا پرستی دیگران را پرستیدند، به جای ایمان کفر را انتخاب کردند. و یتوب الله علی المؤمنین والمؤمنات، الله بر مؤمنین و مؤمنات رجوع میکند، به این معنی که اونها را مورد مغفرت و بخشش قرار میده، آخرتشون را آباد میکند. و کان الله غفورا رحیما، بدونش و الله عزوجل بخشاینده هست و مهربان هست. کسانی که توبه بکنند صادقانه، الله هم مهربانی میکند بر اونها و هم میبخشد. خب این سوره مبارکه احزاب بعون الله سبحانه و تعالی تمام شد. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني، وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.